یه استادیوم رئیس خوش میده مگه ببخشید اون ما شرف و غیرت ما از سر راه آوردیم یه عده کسایی که اصلا واسه فوتبال نمیان ما اینجا ایرانه گوش کن دارم حد میزنم گوش کن اینجا ببخشید ایرانه آذربایجان مال ایرانه اینجا چرا ببخشید آتاتورک رو تشویق میکنن خجالت نمیکشن تو استادیوم همه فیلمشه شما ببخشید اینجا ایرانه آذربایجان مال ایرانه فراموش نکنید یه سری آدم ها دنبال مسئله دیگه هم که چقدر استادیوم نمیاد واسه فوتبال من اصلا ناراحت این نیستم تا صبح وقتی پشت بدن شما چرا خودتون رو گول میزنید؟ شما نمیشنوید؟